برادر و خواهر عزیز، وقتی به تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی مشغول میشوی، از الله شرم نمیداری؟ آیا نمیدانی که الله متعال در روز قیامت از این دو چشمی که با آن رسم و نوارهای فحشا می نگریستی میپرسد؟ آیا میدانی که با تماشا کردن رسم و نوارهای فحشا قانون خدا و آفریدگار خود را پایمال میکنی و از حدود خداوند تجاوز میکنی؟ پریشانی هایی که بر سرت پیهم می آید، ناداری و محتاجی، بیماری و بیبرکتی در رزق و روزی و دیگر مصیبت هایی که بر سرت می آید، آیا حس نمی کنی که به سبب نحوست این گناه زشتی است که در تنهایی انجام می دهی؟ خداوند در آیه های 30 و 31 سوره نور هم برای مردان و هم برای زنان می فرماید که چشمهایشان را از دیدن چیزهای حرام نگاه دارند. استعیذ بالله قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم و آن چیزی که دیدنی آن برایشان حرام است فرو گیرند، یعنی نگاه نکنند و شرمگاهشان را حفظ نمایند، شرمگاهشان را از زنا کردن حفظ نمایند. این کار برای آنها پاکیزه تر است. بیگمان خداوند به آنچه انجام میدهند آگاه است. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم و آن چیزی که دیدن آن برایشان حرام است فرو گیرند، یعنی نگاه نکنند و شرمگاهشان را از زنا کردن حفظ نمایند. غریبی غربت شام و یمن نیست، غریبی دوری از شهر و وطن نیست، غریبی کنج لحد و زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من